سلام، به قسمت دوم جا کتابی خوش اومدید. من محمد جواد استاجی هستم. قراره این قسمت یک کوچولو راجع به معمولی بودن صحبت کنیم. به نظرم ویژگیه که خیلی وقتا باعث شده که به خودمون سخت بگیریم و بخوایم نادیدش بگیریم. به شخص خودم فراریم از معمولی بودن و این هفته قراره راجع به کتابی صحبت کنیم که بهمون شاید کمک بکنه که معمولی بودن رو دوست داشته باشیم. این هفته قراره راجع به کتاب داستان دوست من یا همون کنولوب صحبت کنیم. داستان از ادبیات آلمان، نوشته هرمان هسه و قبل از اینکه بخوایم وارد جزئیات، یک کوچولو جزئیات کتاب رو براتون بگم، یه مقدار راجع به زندگی هرمان هسه رفتم خوندم و دیدم چقدر نحوه زندگی کردن و سرگذشتی که داشته تو نوشته‌هاش تأثیر داشته و خیلی برام جالب بود. هرمان هسه متولد 1877 حتی شاید جالب باشه بدونید که جایزه نوبل ادبی هم برده این آدم و این قدرت نویسندگی این آدم رو میرسونه. ولی در عین حال که جایزه نوبل ادبی برده و خیلی افتخارات کسب کرده و جزء پرخواننده ترین نویسنده های اروپا تو قرن 20 بوده، خیلی جالبه که دقیقاً مثل همه آدم ها معمولی بوده، درگیر و داره اینکه حتما باید فرد موفقی بشه یا زندگی عجیب غریبی داشته باشه یا هرچی نبوده. توسط هنرش، توسط تواناییش به اون چیزی که خواسته رسیده، به نظرم بدون هیچ نگرانی. زندگیش خیلی عجیبه، زندگیش اصلا ابعاد زندگیش خیلی از ما شاید سخت‌تر هم بوده. حالا ما میگیم الان توی مملکت یه مقدار زندگی سخت شده، بچه‌ها شاید هیچ آینده‌ای نداشته باشن، ولی خوندن زندگی همچین افرادی کمک میکنه که بتونیم درک کنیم ما راهمون رو ادامه بدیم. هرمان هسه به خاطر خانواده شروع میکنه توی مدارس مذهبی درس خوندن، فقط به خاطر پدر و مادرش. بعد از چند وقت تو سن 15 سالگی از یک مدرسه‌ای که زیر نظر یک کلیسا بوده فرار میکنه و خانوادهش از اون به بعد فکر میکنن مریض روانیه، میبرنش تو تیمارستان بستریش میکنن. بعد از اینکه تو تیمارستان بستری میشه اقدام به خودکشی میکنه، اقدامش ناموفق میشه. بعد از اون اقدام ناموفق تو آسایشگاه بستری میشه. بعد از چند وقت که دوره درمانش رو تو آسایشگاه میگذرونه تصمیم میگیره شروع به کار کردن بکنه تو هر جایی، چند جای مختلف کار میکنه و بعد از اون 3 سال به صورت کارآموزی رشته کتاب فروشی رو شروع میکنه. از اونجا با ادبیات آشنا میشه. پدر بزرگش یک کتابخونه بزرگ داشته. این یکی از دلایلی بود که هرمان هسه باعث شد به کتاب و خوندن و نوشتن علاقه پیدا کنه. دلایل کوچیکی که ما هممون میتونیم پیدا کنیم تو زندگی. قطعاً ما یا پدر بزرگمون یا مادر بزرگمون یا خواهرمون یکی رو میتونیم پیدا کنیم که یک جایی به ما یک نشونه‌ای بده. اگر اون هم نباشه یک شخصی میتونه به ما یک نشونه‌ای بده. بعد در آینده که میگذره 3 بار هم ازدواج میکنه. شاید به شخصیتش هم نخوره، از قیافش هم ببینید باور نمیکنه. 3 بار ازدواج میکنه و در قرن 20 پرخواننده ترین نویسنده اروپا میشه. این یه مختصری بود از زندگیش و من فهمیدم که چقدر این زندگی روی نوشتن آثارش تاثیر میذاره. خیلی به طبیعت علاقه داشته،
و یه جورایی طبیعت گرا میدوننش هرمان هسه رو. و توی کتابی هم آخرش نوشته بود که تمام این داستان‌ها مربوط به خود من بودند، بازتابی بودند از راهی که در پیش گرفته بودم، از رویاها و آرزوهای پنهانم و از رنج تلخم. حالا میریم سراغ مسئله اصلی که کتاب باشه. داستان دوست من یا همون کنولوپ، من 2 تا از کتاباشو آوردم. یکی اینه، جفتش ترجمه سروش حبیبیه و این چاپ برای سال 1354 انتشارات رز، خیلی سخت ممکنه پیدا کنید، ولی در دسترس تر نشر ماهیه. کتاب های جیبی داره که خیلی هم شاید دیده باشید همه جا و این دوتا رو میتونید تهیه کنید، حالا هر کدومش رو که زودتر پیدا کردید. داستان راجب چیه؟ داستان راجب زندگی شخصیت کنولوپ که آدم آزاد و صحراگرد و دریغ از هیچی، یعنی میتونم بگم این آدم به هیچ چیز فکر نمیکنه، فقط یک زندگی داره که سعی میکنه اون لحظه ازش لذت ببره. تو جوونی شاده، میگه، میخنده، سعی میکنه دلربا باشه، خوشتیپه، ولی هیچ جایی انگار ریشه نداره، هیچ جایی ساکن نیست و کلن در گذره. چند وقت یه جا میمونه، چند وقت یه جا میمونه، میره پیش خونه، میره پیش دوستش، چند وقت زندگی میکنه و کلن سیر زندگیش همین مدلیه که در ادامه همون معمولی بودنه. قشر زیادی از آدم ها هستند که شاید این مدلی زندگی کنند، شاید معمولی زندگی کنند، جایی برای سکونت نداشته باشن، غذای آنچنانی نداشته باشن، ولی زندگیشون رو ادامه میدن. حالا نه انقدر جذاب شاید مثل این شخصیت ما، ولی زندگیشون رو ادامه میدن، همینقدر معمولی. ما هممون یاد گرفتیم که تو زندگیمون هر چقدر شرایط سخت باشه دنبال یک چیزی باشیم که شاید به پیروزی برسیم. خیلیامون بهش نمیرسیم، تعداد محدودی ممکنه به چیزی که بخوایم برسیم. این بستگی به خودمون داره. و این شخصیت هم توی این کتاب به چیز آنچنانی دست پیدا نمیکنه. حتی زمانی که پیر میشه رفیقاش هم دیگه فراموشش کردن، حتی شخصیتش رو به یاد نمیارن. یک چیز جالب که این کتاب داره و من نمیخوام اسپویل کنم آخرش رو، آخرین قدم هاییه که ور میداره این آدم. میره به سمت یک کوه و اونجا اتفاق میفته که به نظرم جواب همه این معمولی بودن و ساده زندگی کردن و نگران چیزی نبودن رو به ما میده. دوست ندارم آخرش رو براتون تعریف کنم، دوست دارم خودتون برید بخونید و شگفت زده بشید از پایان این داستان. نهایت هم شاید پشت سر هم خوندن این کتاب 1 ساعت زمانتون رو بگیره. اگه تنبل باشید 2 روز زمانتون رو میگیره، ولی آخرش شگفت زدتون میکنه، اینو بهتون قول میدم.
این از معرفی که خیلی دوست داشتم راجبش صحبت کنم و یک شعر کوتاه هم در آخر از هرمان هسه براتون میخونم و تمام کنم. اسم شعر بسیار دیر. آن زمان که من از احتیاج جوانی و شرم به سوی تو آمدم با تمنا، تو خندیدی و از عشق من یک بازی ساختی. حالا خسته ای و دیگر بازی نمی کنی. با چشمهای تاریک به سوی من می نگری. از روی احتیاج و می خواهی عشقی را که داشته باشی و می خواهی عشقی را داشته باشی که من داده بودم به تو. دریغا که آن عشق از بین رفته است و من نمی توانم بازگردم. روزگاری آن عشق مال تو بود، حالا دیگر هیچ نامی را نمی شناسد و می خواهد تنها باشد. مخلص.